وقتی یک پادشاه شرق رو میگیره نگاهش میفته به غرب، اونور مرزها شاهی نشسته با ثروتی افسانه‌ای، تاجی طلایی و غروری مرگبار. اما یک اشتباه کرد، اون کوروش رو دست کم گرفت. تو این قسمت میریم به دل تاریکی نبرد، اون جایی که شمشیرها بیداد میکردند، خون زمین رو رنگی میکرد و فقط یک پادشاه قرار بود از میدان زنده بیرون بیاد. حریف کوروش کرزوس بود، پادشاه ثروتمند لودیه، سرزمینی در غرب آسیای صغیر که امروز بهش میگن ترکیه. کرزوس مغرور بود، اون فکر میکرد کوروش یه پسر چوپانه که شانسی پادشاه شده. وقتی شنید پارس ها دارن پیشروی میکنن خندید و گفت من با زر و زورم اونو له میکنم. اما کوروش دنبال طلا نبود، اون دنبال سلطه بود و خون. کرزوس با ارتشی عظیم به جنگ اومد، سلاح‌های فلزی، زره‌های سنگین، فیل و عرابه های جنگی. اما کوروش مردی بود که با دل ارتشش می جنگید، نه با زره ها. و نبرد شروع شد. تو دشت تیمرا دو سپاه به هم رسیدند. صدای شیپورها، فریاد سربازها و گرد و خاک جنگ هوا رو تار کرده بود. کوروش که میدونست عرابه های دشمن مرگبارند، یک نقشه مرگبار چید. سربازهاش رو در چند صف پنهانی قرار داد و یک کمین بزرگ ساخت. وقتی عرابه ها اومدند صف اول پارس ها باز شد و اون غول های آهنین افتادن توی تله، آتش گرفتند، سربازهاشون تکه تکه شدند. صدای جیغ و فریاد زمین رو لرزوند. کرزوس شوکه شده بود. نبردی که فکر میکرد توی چند ساعت تموم میشه، حالا تبدیل شده بود به یک جهنم روی زمین. کوروش فرمان حمله داد. سربازهایش مثل شیر از همه طرف ریختند به سر لودی ها. فقط صدای شمشیر بود که به گوشت میخورد. زمین از خون خیس شده بود، حتی اسب ها رم کرده بودند. برخی سربازها خودشون رو به دریا میزدند تا فرار کنند و بالاخره کرزوس شکست خورد. کوروش به پای تخت لودیه سارد حمله کرد. شهر با دیوارهای بلند، سالها شکست ناپذیر بود، اما نه برای شیر پارسی. در دل شب پارس ها از یک مسیر مخفی بالا رفتند و صبح وقتی مردم بیدار شدند پرچم پارس روی دیوارها بود. کرزوس دستگیر شد، اما برخلاف انتظار کوروش اونو نکشت، او را زندانی کرد، چون یک استفاده بزرگتر برایش داشت. کوروش فقط یک جنگ رو نبرد، اون یک تمدن رو فرو ریخت، با شمشیر، با نقشه و با قدرتی که هنوز دنیا بعد از قرنها درباره اش حرف میزند. ولی پایان راه نبود، چون حالا نوبت شاهی بود که خودش رو خدا میدونست، شاه بابل. تو قسمت بعد میریم سراغ یکی از مهمترین و خونین ترین فتوحات کوروش، فتح بابل، آزادسازی اسرا و اولین سند حقوق بشر تاریخ. اگر این نبرد پر از خون و آتش برات جذاب بود، لایک کن، سابسکرایب کن و توی کامنت ها برام بنویس کوروش بعدی کجاست؟ بابل یا مصر؟ منتظرتونم.